روزی تولدی تو مبارک شود، بختی تو شادی تو مبارک شود. روزی تولدی تو مبارک شود، بختی تو شادی تو مبارک شود. خدا دهد برایت عمر درازه، خدا دهد برایت عمر درازه. یک گویم همه مبارک شود، یک گویم همه مبارک شود. مبارک شود مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. مبارک شود مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. ما همه جمع آمده برای تبریک، هر یک گویم زی جان مبارک شود. ما همه جمع آمده برای تبریک، هر یک. السلام علیکم، سلام دوستان عزیز بیننده های ما. امروز ما در طرفخانه بنیادکه برای تبریک کردن جشن زادروز رخشانایت بوستانова از نام 40 دختران سناتوری شفا حاضر هستیم و البته امروز این صاحب کسب را، این هم کسبشان را در روز زادروزشان تبریک میگوییم. با ما باشید، مانند هر روز با شبکه شهنان ما سر میکنیم. رفتیم. سناتوری شفا. السلام علیکم بانوان عزیز، همه شمایان را به امروز جشن زادروز رخشانایتی خوش آمدید میگوییم. یک تا برای رخشانایتی خرسک زنیم و نظم تکلیف میکنیم. مرحبا. رخشانایتی بوستانова شما را به نظم تکلیف میکنیم. السلام علیکم. بار دیگر السلام علیکم، زادروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگوییم. رخشانایتی یک تا بگویم کنید اندامی کی آمده امروز ما؟ از نام کدام هستم؟ از نام 40 دختران گفتن 40 دختر می در اینجا 40 بانوان سناتوری شفا. امروز یکی از آن خادمه بهترین ما، یکی از آن بهتجان خواجگی سناتوری شفا، خواهر عزیز. ما در آنجا همچون خواهر در یک کاشانه کار میکنیم. بهری کودکان، بهری آن فرزندان عزیز یکجایی تعلیم میدهیم، تربیه میدهیم، طعامهای با لذت را برایشان پیشکش میکنیم، از سر و لباس آنها خبردار هستیم. و البته یکی از آن فدایی های کار خود امروز زادروز دارند، آن کس باشد رخشانایتی. زادروزتان مبارک. امروز از نام تمام کلکتیو شما تبریک میکنیم. زادروز روزی خرسندی، میلاد عمر، مولود خجسته را مبارکباد میگوییم. خدا کند که علمی کلکتیو هزار ساله ها انمتر اتفاق شده در سر یک دسترخوان نشسته همراه امتر بزمهای زیبا جشنهای زادروز را جشن گرفتن نصیب کند میگوییم. امروز روزی خرسندی مبارک. 120 ساله شوید، همراهی عائلتان پویشه پیر شده در سر اهل و عائله صحت سلامت شده گشتن نصیب کند. میگویند چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی، چو سینا در دل و در دیده باشی. امروز خیلی که در اینجا 40 دختران سناتوری شفا ایستادیم، برای همه جا سر و بر می شود. امروز این تشکیلی را، امروز این روز خرسندی این سورپریز را همراهی شهنازایتی تشکیل کردن تمام کلکتیو. از نام تمام کلکتیو با راهبری شهنازایتی برای شما رحمت میگوییم. برای بودنتان، برای هستیتان همیشه صحت سلامت باشید. علم کلکتیو با یک چشم شما را دوست می‌دارد. مهر بی منت،
یک انسان خوش‌شخصیت لبخنده همیشه خریدار لبانشان باشد و از لبانشان یگان سخنی بد نبرآمده است نبراید همیشه صحت سلامت باشند گوید که با خواهر باشه برایشان رسانه دو دیده همگسار دارد خواهر بوی وطن و دیار دارد خواهر چشمش پر آب است و دیداری گسل صبح است که صد بهار دارد خواهر ما در همه کارخانه در این خاندان هم ما چون خواهر هستیم بگذار این رشته خواهری هزار ساله ها باشد زاد روزتان مبارک برایشان یک تا قرصک میزنیم گلدسته رو میسپانیم مرحمت مبارک باشد توفه های ارزنده و زیبنده از نام کلکتیو از نام 40 دختران سنتاری شفا برای شما مبارک باشد و البته شیرینی را نزدیکتر می‌بیاریم مرحمت مرحمت Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد سادرز مبارک مرحبا правда як جای هم با ما می‌دارید Мне без разницы, приеду, потому что день особый, но того колен. زادرز مبارک یا تا قرصک زنیم 40 دخترها معلوم نمی‌رد Да больше, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя мое настроение, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею, я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления, مبارک باشد сегодня кайф. زادرز مبارک روز پرسنجی را مبارک باشد Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения.
بزرگ میپرسیم از نام کلکتیو سخنهای تبریکاتی رو میشنویم. بعد از آن البته رقص بازی میکنیم. برنامه سلام علیکم مهمانان، دختران عزیز، دوگانه عزیز، همسیفی عزیز. امروز که من و 44 سالگی من جشن گرفته ایستاده الهیم صد بدرو. اولا خدایا نوشت بگیشت گذاشتین سری فرزندات بسوقت چی نیت داری اولوبر است متأکد که نوشت پیر شده زیر فرزندای بینی نماراتون کتیه گلشم نماراتون اما ما دوست شوید ما امی مدیکیمون دوست هستیم همسی هسته 11 سال خونده یکم بار کتی کنده نسده ایران امی دهانش کتی کنده نپره اون یکی منم چی گفتنی هستم با میگم که من همین حسین همه کپاش با خوشی من دوست مشمار اون که در نعمت زنم لاف یاری و برادر خوندگی دوست آن باشد که گیرد دستی دوست در پریشان حالی و در موندگی شما ایره سند بدون خوزی بچه که ببین رحمت حسین با رحمت کام تشکر. رحمت السلام علیکم چه دختران نازنین رحمت هم بیکتون و علومی رخشانه من امروز خواهر شیرینم رخشانه روزی زادروزتان که تبریک میکنم از تحت دل الهیم صد بدروید صاحبی سرتان که خوش پیر شوید سری فرزندکاتون به ساق و سلامت گردید الهیم وقتی موم بیم ساق و سلامت گردید نهال اقامتت پربار گردد تو را عمری نکو همیار گردد در این دنیا بزیست 100 سال دیگر که دنیا از پیت گلزار گردد الهیم پیری به دولت شده زیبی دسترخوانی فرزنداتون شده گرده رخشانه الهیم سر بده چه ارزه هاست که هم از تو برسه الهیم سر بده ما برای پیوسنده شده دل نکرده عمیش کار کده کرده نیت های نیک شد دل آهان آتین شود بگذار جوان شنگشتن نصیب کنند. مرحبا چه نازایتی شنودم همتون بر رحمت رخشانایتی اولای مهربان چقدر عمر داده شد همون از شویتون که فرزنداتون که سری ما با ساق سلامت باشید اولش این بایگری دنیای خدا ما این سلامتی شما همه با انسان گیر میشد سلامتتون سری ما با ساق سلامت گرده همه وقت روزی گندم هم خیلی باشد این کما که شد اینم زیادتر از شما بایی رحمت شما رحمت تشکر. اکنون رخشانایتی شهنازایتی 40 دختران رو یک جا میمانیم و یک جای رسم میگیریم. بگذار چخیلی که میگن آهسته آهسته این لحظه ها غنیمت است. چخیلی که اینها به نفقه برآمدن خدا کند بعد از 100 سالها شما هم به نفقه برایتان اگر الان این لحظه های زیبا و جوانی را تماشا کرده آن لحظه ها را یادآوری میکنیم و البته من در اینجا اپراتورهای ما در خدمت هستند. پیش از دعوت را بر رقص و بازی دادن فوتوسسی میکنیم. این لحظه ها را با تعریف شهنام مهر میسازیم. میگیم مرحمت در خدمت شما اپراتور ما میباشیم.
سوی نویسم جای تو خواندم کاری عزیز در کجا شما دختر رستگار بیا کنه آخ شیرین زبان انا بلند مدوانه تاجیک جگه براده ده کجا ده باشم نقد براده Come on.
تشکر میگیم. البته برای خودمان 40 دختران یک قرصک بزنیم. خدا کنه که این صفحه 40 دختران هیچ وقت هم نشوند، هیچ وقت کنده نکنند. این رشته خیش و تباری، این رشته خواهری همیشه باشد میگیم. رخشانایتی امروز روز خرسندی جشن زادروی اسپورت دیگر مبارکباد میگیم. برای کلکتیو البته نیت‌های نازتان هست، میشنویم. سلام علیکم همکاران عزیز، 40 دختران ساناتوریای شفا و همه شما رحمتی کلام. من خیلی اویلمکه دادم، عادی یکک میشیدم افتا اویلکه دادم. رحمت هر یک شما برای من جاتونه، یا که شما با معلوم نیست. من شما همین 40 تا نه 42 تا زیاد هم هستیم. هر یک شما جاتون های برای من. من حرکت میکنم هر یک شما خاراکترتون کتی ما شده معامله کردم با هم یکاتون به رحمت. مول شویم کم نشویم. راهی دور بودگی کارگرکمونم های. دکرت بشتگی کارگرکمونم های. هم یکاتون به رحمت. ساق باشه سلامت باشه. شما هم سری من برگرد و اطرافون به ساق سلامت گرده. همه وقت رحمت هم یکاتون رحمت تشکر میگیم. البته خادمان عزیز گنجینه به بهاترین خود را در یک نداشته برای تبریک کردن رخشانایتی آمدید. البته از آن گنجینه کمی باشد برای جماعه ما صرف کرده. تشکر میگویم. در خدمت به شما جماعه شهران بودن. هر یک لحظه های خرسندی را ما همراهی خود با آن کتاب شهران مهر میسازیم. همیشه با ما باشید. با شبکه شهران خود را احتیاط کنید میگویم. رحمت. زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. آرزو کنید عزیزان، آرزو کنید، نیت‌های نکو کنید، زیرا که هر آن نیت‌هایی که ما کردیم الله مهربان ما با آن آرزوهایی کردیم و میرساند. امروز باشد جماعه ما دل رخشانایتی را شاد کردیم. از نام 40 دختران خرسند شدیم با کلکتیو، با این اهلی و اتفاقی این جماعه. بگذار هر در کارخانه ها، در هر یک آن جاهایی که انسان ها یک جای کار میکنن، این خیلی دوستی و رفاقت همیشه باشد میگیم. با ما باشید، با شبکه شهران.